تو میخوانیم آخرین آیه که تلاوت کردید که انسان مال حرام نخورد. قبلا حدیثی را هم خدمت شما خواندم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که لباس انسان حرام باشه، طعام انسان حرام باشه، نوشیدنی انسان حرام باشه، دعایش از کجا قبول میشه؟ لذا شرایط دعا را باید هم ما فراهم بکنیم، زمینه اجابت دعا را هم از قبل فراهم بکنیم. لذا الله می فرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس من اجابت می کنم، از بندگان هم الله انتظار داره اونها هم دعوت رب را اجابت کنند. فلیستجیبوا لی، اونها هم باید اجابت کنن برای من الله. یعنی چی؟ یعنی من هر دستوری به اونها میدهم، هر فرمانی صادر میکنم، هر چیزی که از بندگان خودم میخواهم که عمل بکنند اونها هم عمل بکنند. خدا از ما میخواد در روز 5 وقت نماز بخوانیم. خدا از ما میخواد وقتی که مال داریم سال رد میشه زکات مالمون را بدیم، وقتی که ماه رمضان میاد روزهمون را بگیریم، وقتی که توانایی داریم حج بکنیم، صدقه بدهیم، گناه نکنیم. لذا هر چی که خدا از ما میخواهد ما هم باید اجابت کنیم. لذا الله عز وجل میفرماید اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقتی که منو میخواند من اجابت میکنم، اما بنده هم باید چیکار کند؟ فلیستجیبوا لی، باید برای من اجابت کند، یعنی فرمان من را، دستور من را، امر من را اجابت کند. ولیؤمنوا بی، باید به من ایمان داشته باشد. این ایمان که از اول داره منظور اینه که استقامت بر اون چیزی که ایمان از او میخواهد، هرچی که مقتضای ایمان هست به اونها عمل بکند. لعلهم یرشدون، شاید اینها به راه درست قرار بگیرند. لذا این صفت الله هست که ما هر وقتی که الله را فریاد بزنیم و الله را بخوانیم الله تعالی از ما نزدیک هست و صدای ما را میشنود، اما دیگران نه، دیگران نمیتونند اجابت بکنند. احل لكم لیلة الصیام الرفث، اینجا من در رابطه با دعا این مقدار بیشتر توضیح بدم تا عزیزان روشنتر بشند. دعا عبادتی هست، دعا یکی از عبادتهای مهم هست. دو نوع حدیث داریم، با دو کلمات، با دو تعبیر. در یک حدیثی است الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. دوم الدعاء هو العباده، دعا خودش یک عبادت مستقلیه. پس این که از خدا میخوایم ای خدا فلان مشکل را حل کن، ای خدا فلان چیز را به من بده، این یک عبادتی است من دارم میکنم. چرا خداوند خودش فرموده ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. لذا همین دعا را اگر از غیر خدا بخوام، از پیر، از پیغمبر، از امام، گویا او را عبادت کردم. بعضی مردم نمیدونند، متوجه نیستند که دعا عبادتی هست. الله عز وجل در قرآن کریم در سوره مومن می فرماید وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب شما فرموده، دستور داده که از من بخواهید، مرا صدا بزنید، من اجابت می کنم. و بعد می فرماید در ادامه همین آیه ان الذين يستكبرون عن عبادتی، اونهایی که از عبادت من تکبر می کنند. یعنی کسی که تکبر بکند از دعا او تکبر کرده از عبادت. پس دعا و عبادت یکیه. اونهایی که تکبر می کنند و خدا را دعا نمی کنند، از خدا نمی خوان، سیدخلون جهنم داخرین، الله می فرماید اونها را با ذلت به جهنم داخل می کنند. پس دعا و عبادت یک چیزی هست. اگر ما غیر خدا را صدا زدیم و از او حاجت خواستیم
گاهی بعضی ها به خاطر محبت میگویند، اون چیز جداگانه ای هست. اما گاهی کسانی انسانهایی را، فرشتگان را، جنات را، انبیا را، اولیاء را، امامان را صدا میزنند و از اونها میطلبند، از اونها استعانت میخواند. ای فلان مرا کمک کن، ای فلان دست منو بگیر، ای فلان به من اولاد بده. این دعا عبادت است. در واقع غیر خدا را عبادت کرده این انسان و این یکی از صورتهای شرک است. باید مسلمان باید بدوند که فقط و فقط باید از خدا بخواد، از غیر خدا نخواد. ما در هر رکعت نماز در سوره حمد میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معنیش چیه؟ بار اله فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم، از تو کمک میخواهیم، نباید از غیر خدا کمک بخواهیم. لذا الله عز و جل همین اینجا میفرماید که بندگان هر وقتی که مرا بخوانند، مرا فریاد بزنم، من نزدیک هستم، اجابت میکنم. احل لكم لیلة الصیام الرفث. در ادامه الله عز و جل درباره بحث روزه در وسط بحث دعا آمد، چون عرض کردم دعا با روزه مناسبت داره. ادامه بحث روزه هست. بعضی از احکام روزه را ما در درس گذشته خواندیم، بعضی ها را اینجا میخوانیم. در ابتدای اسلام، در صدر اسلام، کسی که روزه میگرفت باید تمام روز همونطور که الان هست چیزی نمیخورد، نمی نوشید، نزدیک زنش نمیرفت تا اینکه غروب بشه. بعد از اینکه غروب میشد، شب آغاز میشد، خوردنوش برای انسان درست بود تا زمانی که خواب نرفته. اگر خواب میرفت دوباره برایش جایز نبود. این حکم اولی بود. یک صحابی به نام حضرت قیس ابن صرمه انصاری رضی الله تعالی عنه، این آدم کارگری بود، آدم فقیری بود، تو باغ کار میکرد، برای کسی کار میکرد، کارگری میکرد، زحمت میکشید. ماه مبارک رمضان بود، از صبح تا شب کار کرد. شب آمد خونهش، خسته بود، آمد در خانه، چیزی نبود، خوراکی نبود. به زنش گفت وقت افطار چیزی ندارین؟ زن گفت چیزی نیست، برم از جایی پیدا بکنم. رفت که از خانه همسایه یا از خانه بیاره برش. این همینجا منتظر بود تا افطاری بیارن، شام بیارن بخوره. همونطور که تکیه داده بود و منتظر بود، خواب رفت. خواب که رفت دیگه نمیتونه بخوره. بعد زن که آورد چیزی دید، خواب رفته، بیدارش کرد، گفت دیگه تمام شد، نمیشه، یک بار که خواب رفت دیگه نمیتونه بخوره. لذا روز بعد همینطور روزه شد، بدون اینکه افطار بخورد، شام بخورد، سحری بخورد، روزهش را ادامه داد. روز بعد وقت عصر بعد از ظهر از حال رفت، غش کرد و خیلی سخت شد. الله عز و جل این آیه را نازل فرمود و خداوند تخفیف داد. تخفیف الهی اینه دیگه که از این به بعد شبها انسان میتونه تا صبح صادق، تا لحظه ای که شب تمام میشه، میتونه بخوره، بنوشه. و همچنین شب نزدیکی با همسر جایز نبود، همونطور که در روز رمضان. بعداً الله عز و جل این تخفیف را هم داد و فرمود که در شب برای شما حلال هست. لذا این در ادامه اون مبحث گذشته احل لکم، حلال قرار داده شد. معلوم میشه قبل از این حرام بود. از خود همین آیه
احله ثابت میشه که قبلا حرام بود، قبلا ناجائز بود، الان حلال شد. احل لکم، حلال قرار داده شد برای شما لیلة الصیام، در شب روزه، الرفث الی نسائکم. رفث یعنی همخوابی، همبستری با زنهایتون، بسوی زنهایتون. و خداوند زن را و شوهر را چی معرفی میکند؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اون زنها لباسن برای شما و شما لباسید برای اونها. زن لباس را تفسیر کردن به معنی سکون، آرامش. وقتی که انسان لباس میپوشد احساس آرامش میکند، دیگه بدنش عریان نیست، بدنش لق نیست. اما وقتی که انسان لباس داشته نباشد احساس میکنه هیچ کسی منو نبیند، اضطراب دارد، پریشان هست. لباس که میپوشد پروایی دیگه نداره. پس لباس کنایه هست از چی؟ از آرامش. و همچنین لباس باعث چی میشه؟ باعث ستر عیوب ما میشه، ستر عورت ما میشه. اگر لباس نباشد عیبدار میشیم. لباس که هست عیب انسان چیه؟ پوشیده هست. به این معنی هم میتونه باشه. پس زن را الله عزوجل لباس مینامد برای شوهر و شوهر لباسی است برای زن. عیوب هم دیگر را میپوشند یا اینکه باعث سکون و آرامش هم دیگر هستند. واقعا وقتی که زن و شوهر حق هم دیگر را درست ادا بکنند در منزل یک سکون و یک آرامش خاصی حاکم میشه. اما وقتی که همیشه جنجال و نزاع و درگیری باشه اون چیزی دیگه است. اما وقتی حقوق را رعایت میکنن، زن ادب داره، احترام داره، شوهر هم شفقت و محبت داره، این دیگه خانه تبدیل میشه به یک محل سکون و آرامش. بیرون انسان پریشانه، خانه میره آرامش داره. زن هم تا زمانی که شوهر نمیاد پریشانه، وقتی شوهر میاد آرامش داره. اصل زندگی با اینطور باشه. و کسانی که العیاذ بالله ارتباطات نامشروع میگیرند، هیچ نوع آرامشی برایشون نیست، همیشه پریشانند، همیشه وجدانشون ناراحته، همیشه احساس خیانت میکنند. کسی که احساس خیانت بکند اون انسان هرگز آرامش ندارد. تنها راه آرامش در خانه حلال است. لذا الله می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آنان لباس هستند، یعنی آرامش هم برای شما مردان و شما مردان لباس و آرامش هستید لهن، برای زنهای خودتون. لذا برای شما از این به بعد در شبهای ماه رمضان همخوابی ممانعتی ندارد. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله عز وجل حکمت این جواز را بیان می‌فرماید. چرا خدا جایز قرار داد؟ الله میدوند که در آینده شما مسلمانان نمیتونید خودتون را کنترل بکنید. الله به ما دستوراتی میده به اندازه طاقت و توان ما. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا انسان را مکلف نمیکنه به اندازه وسع و توانش. اگر شب هم حلال نباشد، روز هم حلال نباشد، یک ماه کامل برای بعضی قابل کنترل نیست. الله میدوند که شما چی؟ شما آخر خیانت میکنید. خیانت میکنید یعنی چه؟ یعنی این عهد را میشکنید، نمیتونید پایبندی بکنید، نمیتونید استقامت بکنید. به این خاطر خدا بر شما لطف کرد، بر شما فضل کرد، شبها به شما اجازه داد، ولی اینکه شبهای ماه رمضان باشه. لذا الله میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله میداند که شما خیانت میکنید بر خودتان. خیانت میکنید یعنی این عهدی که با خدا بستی میشکنید، پایبند نمیشید. فتاب علیکم، خداوند بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، شما را معاف کرد. لذا از این به بعد فالآن باشروهن، حالا با اونها مباشرت بکنید. مباشرت یعنی همخوابی، مجامعت. وابتغوا ما كتب الله لكم، و بطلبید اون چیزی که خدا برای شما نوشته. انسان وقتی که نزدیک زنش میره چی میخواد؟ خیلی بالاخره هستن که به نیت فرزند. ما كتب الله لكم اشاره به اولاد است.
به فرزند است که برای اینکه خدا به شما فرزندی بده دارای اولاد صالح بشید از خدا بخواهید وابتغوا ما کتب الله لكم. و همچنین و کلوا واشربوا، شبها قبلا عرض کردم ممنوع بود خوردن، حالا بخورید بنوشید، حتی یتبین لكم الخیط الابیض، حتی که روشن و واضح بشه برای شما نخ سفید از نخ سیاه. نخ سفید از نخ سیاه یعنی چی؟ من الفجر، یعنی فجر، یعنی فجر بشه. ملاحظه داشته باشید کسانی که نگاه میکنند افق را میدونند وقتی که فجر بشه یک سفیدی هست که در کناره افق سر تا سر مشرق را میگیرد، این همون نخ سفید است. قبل از این چی هست؟ قبل از این فجر هنوز طلوع نکرده یک نخ سیاهی هست، گوید سراسر افق سیاه هست، لذا از اون سیاهی این سفیدی ظاهر بشه، یعنی فجر طلوع بکنه. خب این برای کسانی هست که فجر را نگاه میکنن. کسانی که فجر را نگاه نمیکنن برای اونها باید ساعت فجر را، لحظه فجر را، وقت فجر را بدانند. امروزه این ساعت ها هست که علما جدول ها را تنظیم میکنن و این جدول ها بر اساس همین آیه، بر اساس فجر صادق و فجر کاذب هست. ثم اتم الصیام. خب وقتی که فجر شد یعنی صبح شد، روز آغاز میشه. از اینجا روزه را شروع کنید. ثم اتم الصیام الی اللیل، سپس تکمیل بکنید روزه را تا شب ببرید. البته در شبهای ماه رمضان اجازه مباشرت و همخوابی با همسر داده شد، اما زمانی که انسان اعتکاف باشد نه. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، با اونها مباشرت نکنید، همخوابی نداشته باشید در حالی که شما معتکف هستید در مساجد. در زمان اعتکاف حرام است و اعتکاف انسان میشکند. اعتکاف از اینجا معلوم میشه که محل اعتکاف چیه؟ فی المساجد. پس یکی از شرایط اعتکاف اینه که انسان در مسجدی که 5 وقت نماز میشه اونجا اعتکاف میشه. دوم اینکه انسان از مسجد خارج نشه مگر برای عذر شرعی. عذر انسان چیه؟ انسان نیاز به قضای حاجت، عذر طبعی یا عذر شرعی. عذر طبعی اینه که انسان طبیعتا باید بره بیرون، نیاز به وضو داره، نیاز به بیت الخلا داره. عذر شرعی اینه که انسان نیاز به غسل داره یا نیاز داره بره مسجد جامع نماز جمعه شرکت بکنه، یک جای دیگه نماز جمعه میخوانه، از این مسجد خارج بشه بره اونجا. لذا اینها هستن، غیر از این خارج شدن درست نیست. تلک حدود الله. بعد از اینکه خداوند این احکام را بیان فرمود، خداوند میفرماد تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، اینها اون حد و مرزهایی هستند که خدای عزوجل برای شما بندگان خودش تعیین کرده. فلا تقربوها، نزدیک اینها نشید. نزدیک اینها نشید یعنی چه؟ یعنی اینها را زیر پا نگذارید، به اینها بی توجه نباشید، اینها را نقض نکنید. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله عزوجل میفرماید اینگونه خداوند آیات خودش را برای مردم بیان میکند. هدف الله از این آیات، از این احکام، از این دستورات چیه؟ اینه که در وجود شما تقوا بیاد. لعلهم یتقون، تا که مردم چی؟ تقوا داشته باشند. بس ببینید عزیزان، بعضی وقتا مردم میگویند که فلان عبادت چه فایده‌ای داره. هر عبادت فواید بیشماری داره، اما یکی از مهمترین فواید عبادت اینه که عبادت در وجود من و شما تقوا درست میکنه. تقوا یک لباسی هست، یک گوهری هست، یک گوهر ارزشمندی هست که هر یکی من و شما دنبالش هستیم. تقوا میخوای در وجودت بیاد، بیا احکام خدا را تماما
عمل کن. یکی از اون احکام همین روزه هست. عرض کردم در درس گذشته که روزه چطور تقوا میارد. ببین در روزه همین الان شما خواندید که انسان حتی نمیتواند نزدیک خانه حلالش بره، نمیتونه با او هم خوابی و هم بستر بشه. وقتی که به خانه حلال کسی نمیره حتما چشمش را از حرام چی میکنه؟ حفاظت میکنه. لذا به طرف حرام نمیره، به طرف ناموس مردم نمیره. اینقدر در درون کسی خوف خدا باشه که پیش زنش نمیره چون خدا اجازه نداده. خب اون پیش دیگران، اجنبی ها، بیگانگان هرگز نمیره. تقوا یعنی همین. تقوا یعنی این وقتی که مال خودت هست، غذا داری، سفره پر از نان هست، یخچالت پر از غذا هست، بهترین نوشیدنی ها، بهترین خوراکی ها تو خونت هست، اما هم گرسنه هم تشنه نمیخوری. مال خودته، از مال خودت نمیخوری. چرا؟ چون خدا اجازه نداده. خب کسی وقتی که اینو تمرین میکنه، آیا به نظر شما این مال غیر را چشم میدوزه؟ هرگز. اینطور روزه ما را تقوادار میکنه، این گونه روزه ما را تربیت میکنه، روزه ما را تزکیه میکنه، روزه ما را میسازد، اصلاح میکند. الله میفرماید این آیات را من بیان میکنم تا در درون مردم تقوا بیاد. تقوا که آمد، الان ما این تقوا را با چی حاصل کردیم؟ با روزه. در روزه مال خودمون را نمیخوریم. الان خدا میفرماید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال دیگران را هم دیگه نخورید. وقتی مال خودت را نمیخوری چون اجازه نداری، مال دیگران را هم نخور، او بدتر، او حرام است. لذا بعد از حکم روزه خداوند درباره چی بیان فرمود؟ درباره این که اموال هم دیگر را حیف و میل نکنید، بالا نکشید. مناسبتش را متوجه شدی بعد از روزه که وقتی که در روزه، حالت روزه، مال خودش را انسان نمیتونه بخورد، پس باید رعایت بکنه مال دیگران را نخورد. اما متاسفانه امروز روزه ها در ما مسلمانان اون اثر لازم را ندارد. شما ببینید ما امروز حرامخواری زیاده، کلاهبرداری زیاده، مال دیگران را حیف و میل کردن زیاده. خیلی ها هستند که یک جنس قلابی به جای جنس اصلی میدند و خیلی ها هستند معامله میکنند، از طرف به طرف چک میدهند، مال را بر میدارن، میره دیگه چند سال هست طرف سرگردانه. اینا همه خوردن ماله. خیلی ها هستند که کار را انجام نمیده تا زمانی که بهش رشوه ندهی، رشوه میگیره بعداً انجام میده. بسیاری هستن بهت قرض نمیده تا زمانی که بهش ربا ندی. اینا تمام خوردن مال غیر است. کسی که مسلمان است، کسی که روزه میگیرد، کسی که نماز میخواند و روزه و نماز در درونش تقوا درست میکند، تقوا ایجاد میکند، هیچ وقت این حرام خاری ها را نمیکند. این حرامی که امروز در جامعه ما رواج یافته، مال هم دیگر را حیف و میل میکنیم و مال هم دیگر را بالا میکشیم، مال یک دیگر را بعضی ها تصاحب میکنند. آقا زمینی دارد، کسی دیگه میره زمینش تصاحب میکنه، او هرچی داد و فریاد میکنه که این زمین مال منه. دو تا شاهد دروغین میبره یا قسمی دروغین میخوره، تمام بالا میکشه. در ادامه میفرماید که به حکام هم بعضی ها از شما، به حاکم، به قاضی چیزی میدهید تا اینکه زمین طرف را بالا بکشید. امروز متاسفانه خیلی وجود داره در دادگاه ها
رشوه میدهند، بعضی ها حق مردم را ضایع میکنند. ولو اینکه قاضی حکم بکند، به نفع شما حکم صادر بکند، ولی شما میدونی مال شما نیست، شما میدونی از چه راهی مال را به دست آوردید. لذا این مال وبای میشه، بلای میشه برای انسان. لذا الله می فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید مالهای خودتان را بین خودتان از طریق باطل. از طریق باطل همین صورتهایی که بعضی را من عرض کردم، یا اینکه انسان به صورت دزدی، به صورت غصب، چپاول، یا به صورت کلاهبرداری، یا به صورت وام بعدا وامش را اصلا نمیده، یا به صورت رشوه، یا به صورت ربا. تمام صورت هایی که امروز وجود داره، مال یتیم را بعضی ها میخورند. اینا تمام صورت ها همینی که اموال همدیگر را از طریق باطل و از طریق حرام خوردن. و تدلو بها الى الحکام، یعنی حواله میکنی به حکام. بعضی ها حاکم و قاضی و دادگاه اونجا حواله میکنند و اونجا هم کار خودشون را به وسیله یا چرب زبانی، یا شهادت دروغ، یا رشوه، یا صورت دیگه انجام میدن. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، دلش خوشه که من اون را تو دادگاه شکست دادم، مالش را بردم. الله میفرماید این کار را نکنید تا که بخورید بخشی از مال مردم را بالاسم، از راه گناه. و انتم تعلمون، در حالی که شما هم میدونی که مال غیر هست. عزیزان، بدترین لقمه حرام است و بدترین لقمه که به خور فرزندانمون میدیم هم همین لقمه حرام است. فرزندی که به وسیله لقمه حرام تربیت بشه، به وسیله نان حرام تربیت بشه، خب از این فرزند چه انتظاری میخوایم داشته باشیم؟ فردا در جامعه این فرزند چی میشه؟ توفیق از انسان سلب میشه. در گذشته بنده هم عرض کردم، خدا تعالی به پیامبرانش دستور میده که رزق پاک بخورید، روزی حلال بخورید، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. اگر میخواهیم عمل صالح انجام بدیم، اگر میخواهیم اهل توفیق باشیم، اگر میخواهیم فرزندان صالح و نیک داشته باشیم، اگر میخواهیم آینده فرزندان ما روشن باشه، ما باید چی؟ باید روزی حلال داشته باشیم، کسب حلال داشته باشیم، ولو اندک باشد، و به خور فرزندان خودمون بدیم. یک لقمه حرام ندیم. لقمه حرام مثالش مثل لقمه آلوده هست. یک لقمه که آلوده باشد، پر میکروب باشد، پر مریضی باشد، وقتی که انسان میخورد همون یک لقمه انسان را مسموم میکند یا نمیکند؟ خیلی وقتا میشه یک غذای فاسد انسان میخورد، یک لقمه میخورد حالش بد میشه، سرش به بیمارستان کشیده میشه. این از نظر حسی هست که وقتی که فساد این لقمه ظاهری هست، به ظاهر بدن انسان احساس میکنه، فوراً احساس میکنه. لذا وقتی که یک لقمه فسادش ظاهری نباشد، فسادش باطنی باشد، معنوی باشد، یعنی حرام باشد، مال غیر باشد، انسان این لقمه را چه بخورد چه به فرزندش بده، دیگه همون اثرات معنوی و اثرات داخلی خطرناکی خواهد داشت. در درون انسان، قلب انسان را سیاه می کند، درون انسان را خراب می کند، نور را می گیرد، تقوا را ضعیف می کند، ایمان را ضعیف می کند، توفیق را از انسان سلب می کند. هزارها اثرات سو و اثرات منفی دارد. به این دلیل هست
که الله عز وجل می فرماید نخورید ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید، مفهوم حدیث است اگر فراموش نکرده باشم، که گفت یا رسول الله من چه عملی بکنم که دعایم قبول بشه؟ فرمود که حلال بخور، حرام نخور، دعایت قبول میشه. روزیت را حلال کن، رزقت را حلال کن، دعایت قبول میشه. لذا این نسخه هست برای اجابت دعا. بعد از دعا ما اول این درس بحث دعا را خواندیم، آخر این درس بحث مال حرام را خواندیم. اینا مناسبتش مشخصه که اگر میخواهیم دعای ما اجابت بشه، دعای مقبولی داشته باشیم، پس ما چیکار بکنیم؟ ما روزیمون را پاک بکنیم، پاک بخوریم، با پاکی زندگی بکنیم. الله عز وجل انشاءالله زندگی پاکیزه عنایت میفرماید، دعای مقبول به ما عنایت میفرماید. الله عز وجل همه من و شما را اهل توفیق بگرداند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقنا علما وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. پروردگارا اون خوبی ها ما عنایت بفرما. پروردگارا رب ما را از حرام توفیق اجتناب، توفیق دوری بده، ما را از گناه توفیق دوری بده.